السلام علیکم داملای محترم. درباره مسلمان را کشتن یک چیزی میگفتید. مسلمان کشتن این گناه نابخشیدنی هست، گناه کبیره هست، خیلی گناه بزرگ است. درباره کشتن مسلمان میشه که انشاءالله که یگان موضوع یگان هفته صحبت داشته باشیم. انشاءالله این لحظه که این برادر سوال کرده است انشاءالله سوالش جواب میگوییم. کشتن مسلمان قصدن، اگر یک انسان قصدن یک کسی یعنی بدش میبینه و میکشش، اگر این حالت باشه حکمش دیگر است. اما حالت سهوا فوق العاده، مثلا در ماشین هستی قصد کشتن نداری یک کسی میزنی و میمره و حکمش دیگر است. اکنون این برادر پرسیده است که درباره کشتن مسلمان قصدن انشاءالله همیشه ما جوابش میگردونیم. رب العالمین در سوره نساء در آیت 93 میفرمایند که استعیذ بالله و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما. صدق الله العظیم. رب العالمین در این آیت کریمه فرمودند که شخصی که قتل کنه مؤمن را قصدن، هر انسانی که یک انسان ایمان داره قصدن بکشه، هر انسان یک مؤمن قصدن بکشه، بس جزای انسان یعنی جزا گفته حکم حق در بالای این انسان جهنم است، این دوزخ است، این شخصیت دوزختی میگرده. انسانی که یک مؤمن قصدن میکشه جزای این جهنم است، خالدن فیها یعنی یک مدت خیلی طولانی در جهنم باقی میمانه شخصیت، یعنی یک مدت خیلی زیاد در عذاب جهنم این انسان باقی میمانه. و غضب الله علیه و غضب الله در بالای این شخصیت است، یعنی در بالای انسانی که یک مؤمن و مسلمان میکشه غضب الله در بالای این شخصیت است. رب العالمین گفتن و لعنه و خداوند لعنت کرده است، یعنی لعنت خداوند یعنی از رحمت خدا بی نصیب است انسانی مسلمان کشنده مؤمن کشنده و لعنت خداوند است در بالای انسان. و اعد له عذابا عظیما، خداوند برای این جمله مردم یک عذاب خیلی سختی خار کننده در آخرت آماده کرده است. برای این جمله مردم، این گونه مردمی که یعنی بنده های خدا را مؤمن ها و مسلمان ها را میکشند، خداوند یک عذاب خیلی سخت در آخرت برای این جمله مردم پروردگار بزرگوار آماده کرده است. در روایت دیگر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند که کل ذنب عسى الله ان یغفره الا من مات مشرکا او مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. گفتن خداوند تمام گناه از بنده هاش میبخشه. هر انسان هر نوع گناهی کنه وقتی توبه کرد نزد خدا، توبه کرد از گناهش پشیمان شد، خداوند هر نوع گناه میبخشه، مگر خداوند گفتن نمیبخشه گناهی دو شخصیت هست. یکمش انسانی که به خدا شریک آورد، انسانی که مشرک شد گناهی مشرک خداوند نمیبخشه. یکم گناهی که نابخشیدنه این شرک است. برای شرک چی هست؟ یک انسان در برابر خدا یک چیزی را همچون خدا قبول میکنه، مثل یعنی بت پرستا، مثل دیگر گروه هایی که در برابر خدا شریک می. گناه شرک گناهی نابخشیدنی است برادران عزیز بزرگوار. و دیگر گناهی که خداوند نمیبخشه، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند که این گناهی است که یک شخصیت یک انسان یک کس قصدن میکشه، یعنی متعمدن قصدن یک انسان میکشه. گناه این شخصیت هم پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتند که گناهی نابخشیدنی است. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند زوال الدنیا اهون علی الله من قتل رجل مسلم. گفتن از بین رفتن دنیا یعنی فنا شدن و تیار شدن، نابود شدن دنیا در نزد خداوند آسانتر و سبکتر است از این که یک مؤمن مسلمان کشته می شود. یعنی ببینه که کشتن یک مسلمان در نزد خداوند بچنان وزوینتر و سختتر از نابود شدن از بین رفتن دنیا بوده است. یعنی خیلی گناهی بزرگ است، خیلی گناهی حتی در یک روایت جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که هر انسانی را که وقتی میکشند در روز قیامت این شخصیت میگه با او جسمی پر از خون، حتی در بعض روایت ها آمده است که سرش در دستش به نزد خداوند می آمده است، در دست دیگرش
او شخصیت کشته بودش دست او است. میگفت ای پروردگار این بندت من از حیات دنیا محروم کرد، این بندت من کشته بود، من امروز بالای این دعوا دارم، ای پروردگار سختترین جزا را، سختترین عذاب برای عذاب کن. رب العالمین میگه حکم میکرده این انسان کشنده را داخل دوزخ میکردن. یعنی که کشتن انسان برادران عزیز بزرگوار خیلی گناهی بزرگ و گناهی نابخشیدنی است. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در روایت دیگر فرمودند که من اعان علی قتل مؤمن ولو بشطر کلمة جاء یوم القیامة مکتوب بین عینیه آیس من رحمت الله. تن هر شخصیتی که در دنیا یک مؤمن و مسلمان کشته است، هر شخصیتی که یاردم کرده است، کشته است نه، هر شخصیتی که یاردم کرده است برای کشتن یک مؤمن و مسلمان، اگرچه به نصف کلمه، اگرچه یعنی یک نیم جمله گپ گفته که فلانی یعنی رفته کشه یا فلانی در فلان جا هست، هر انسانی که یاردم کرده است برای کشتن مؤمن، این انسان در روز قیامت میگه در نزد خداوند میخسته است، در پیشانی در بین دو چشمهای این نوشته شده است که این شخصیت یعنی محروم و بینصیب است از رحمت الله، یعنی محروم و بینصیب از رحمت الله است این شخصیت. به این خاطر برادران عزیز بزرگوار کشتن یعنی مؤمن و مسلمان این خیلی گناهی بزرگ و نابخشیدنی هست. به همین خاطر ما و شما از این گناه ها حرکت کنیم که خودمون نگه بداریم، خودداری داشته باشیم.